برو از روسیه پرسان بکن که تا به حال از رعد و برق و غرش تکبیر افغانها خود می‌لرزد. برای تو غلام حلقه به گوش میگم، برای تو کسی که این ملت را به ویرانی میکشانی، برای تو وطن فروش میگم کاری بکن که شمشیر این ملت بر حلقومت گذاشته نشد. این نقطه را باید کلگی بداند که ما نه عاشق قوارای کسی هستیم و نه عاشق چوکی های این و آن است، بلکه ما در افغانستان حکومت اسلامی و تمثیل اراده مردم خود می‌خواهیم. افغان‌ها به خاطر حکومت اسلامی میلیون ها شهید دادند. یا ربی اینی اسألك العفو عنی ولم یخب فیک. الله برسید مانی صلح نشوید. آنهایی که بی‌حجابی و بدحجابی و فسق و فجور را دوست دارن، مرزهای افغانستان به روی اینا بازه، برن در کشورهایی که بادارانشان اونجا هستن. باید بدانید که افغان‌ها به خاطر دینشان و به خاطر حمایت از ارزش‌هایشان و وطنشان آماده هر نوع قربانی است. افغانستان جای مفسدین نیست. بله، تاریخ و گواه شاهده. افغانستان جای دموکراسی نیست. افغانستان جای اشغالگران و متجاوزین نیست. افغانستان جای حاکمیت بیگانگان نیست. اگر نمیدانی برو از انگلیس ها بپرس که مزه شمشیر افغان ها را چشیدند. و این جنگ که دراز شد به خاطر امید دو چیز: با آمدن آمریکا در افغانستان تمام ارزش های ما زیر پای شد. قرآن ما به مرمی زده شد، به ارزش های ما توهین شد، دین ستیزی با اوج گرفت. وقتی که آمریکا از کشور ما برآید، دو چیز را همه افغان ها اتفاق داد: یکی حکومت اسلامی. افغان ها به خاطر حکومت اسلامی میلیون ها شهید دادند و این مقاومت و جهاد علیه آمریکا هم در حقیقت همین نقطه بود که دین در خطر. وقتی که سر حکومت اسلامی اتفاق داریم، دو و حاکمیت مردم افغانستان و حمایت از کشور ما به یک بلست خاک خود را برای دیگران نمید. وقتی که دو چیز بر ما ثابت شد، در میان ما جنگ کردن باز حرام است. باز خون افغان بر افغان حرام است و هیچ کس حق نداره مبررات را برش بسازد. برو از روسیه پرسان بکن که تا به حال از رعد و برق و غرش تکبیر افغانها خود می‌لرزد. از او غرش و یا غرش تکبیر افغانها تا به حال به خود میلرزه. برو پرسان بکن. برای تو غلام حلقه به گوش میگم، برای تو کسی که این ملت را به ویرانی میکشانی، برای تو وطن فروش میگم کاری بکن که شمشیر این ملت بر حلقومت گذاشته نشد. این نقطه را باید کلگی بداند که ما نه عاشق قوارای کسی هستیم و نه عاشق چوکی های این و آن است، بلکه ما در افغانستان حکومت اسلامی و تمثیل اراده مردم خود می‌خواهیم. هر نوع حکومت به هر عنوانی که بیاید که در او دیکتاتوری و استبداد باشد، از طرف مردم افغانستان او قابل قبولیت ندارد. پس مردم افغانستان به یک کلمه حکومت اسلامی و آزادی کشورشان به کسانی که مانی صلح میشن،
به دستاوردهای پوچ و بیجای خود می نازند، برایشان میگم کمی به حال خود رحم کنید، کمی به حال خود رحم کنید. فسادکارانی که فساد میکنند، وطن فروشانی که وطن فروشی کردند، بی غیرتانی که دختر مسلمان را آرایش کردند، زیر دست و پای بیگانگان قرار دادند، برایشان میگم کمی به حال خود رحم کنید. متوجه باشید این دین متعلق به فرد نیست. این دین ارتباط نداره که مجیب باشه این دین باشه، مجیب نباشه دین نباشه. نه، انبیا فدای دین شدن، علمای ربانی فدای دین شدن، فدای دین شدن. این جان ناقابل فدای دین الله، این جان ناقابل فدای دین الله، فدای دین الله. کاش که لیاقت پیدا بشه، کاش که ارزش پیدا بشه، کاش به درگاه الله این لیاقت و شایستگی بیایه که این جان ناقابل فدای دین الله بشه. اما یه حرف میگم، حرف آخر میگم، شاید باشم یا نباشم 100 سال کفر بر این ملت حاکمیت داشته باشه، بار دیگر نسلی به وجود میآیه که پرچم اسلام را به اهتزاز در میاره. مادرانی به این سرزمین هستند فرزندانی را شیر دادن که او شیر در وجودشان عشق الله و رسول را تولید کرد. این نکته را باید بفهمد، خصوصا جناب اشرف غنی باید واضح بگویم بفهمد که در پروسه صلح سنگ‌اندازی نکن. اما قانون اساسی را خودش احترام نمیکنه و این 5 ساله که حکومت کرد برخلاف قانون اساسی حکومت کرد. اکنون این بانه را بر ما جور حتی از عزم خاک ما خوب دفاع نکرد. در وقت کمونیست‌ها یک بلس خاک به کسی داده نشده بود، در وقت مجاهدین داده نشده بود، در وقت طالبان داده نشده بود، در وقت کرزی داده نشده بود، ولی در وقت امی حکومت سیم خاردار آمد و کیلومترها پاکستان بر سرزمین ما تجاوز کرد. یک آواز از این حکومت بلند نشد. بنان چرا بلند نشد؟ اکنون هم نمیدانیم که چی میفهمد. بنان باید بفهمد و واضح بفهمد که مقاومت و سنگ‌اندازی در برابر پروسه صلح خیانت ملی تلقی می شود. همه ما دعا کنیم که صلحی که به وجود می آید به نفع ایمان و اسلام و به نفع قرآن و به نفع ملت مسلمان باشه. برای اونهایی که مانی صلح می شوند، برای اونها میگم از خدا بترسید. ملت هر روز کشته میده، هر روز رنج داره، هر روز ناامنی داره، هر روز اختطاف داره، هر روز ظلم و ستم میشه. مانی صلح نشوید. اینها والله دستاورد نیست، خجالته که بگی دستاورد، خجالته. کجای افغانستان امنیته؟ کجای افغانستان لقمه غذا را به آرومی و آسودگی میخوره؟ نکنید، بس است. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی والله شبی دیگر نمی سوزد. مردم مسلمان یک ملت، کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت او برادر ماست در هر کنجی که باشد. بناهن هند باید بفهم و درک بکنه که اگر به این تجاوز خصمانش ادامه بدهد به خشم کل امت اسلامی روبرو خواهد شد و هیچ وقت نمیتون در مقابل مسلمان ایستادگی بکنه، زیرا تاریخ او را نشان داده همیشه شکست خورده و شکست خواهد. بناهن خود را بدبخت نکنه و از این بیشتر به ظلمش ادامه ندهد. السلام علیکم و رحمت الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب